باوری کامل دارم که از این منظره شما چیزی برای خود گرفتید. یک روز این برگ ها هم افتخار و غرور داشتند که ما سبزیم، ما سرسبزیم، ما از بلندیم. اما امروز آنها در زمین ریختند. عزیزان، این عمر ما کرای آن نمی کند که غرور کنیم، کبر کنیم، به دیگران نفرت داشته باشیم تا این که ثابت کنیم که ما چقدر بزرگیم. حضرت مولانا میگویند حاصل عمرم 3 حرف بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. به همین خاطر عزیزان، عمر انسانی بسیار کوتاه است. حرکت کنیم، تلاش کنیم که از این عمر کوتاه داشته خود تخم نیکی کاریم، به همدیگر محبت کنیم، کینه و کدورت را از دل خود دور کنیم تا اینکه صاف باشیم و پاک، تا اینکه کامل باشیم و انسان یعنی محبت ورزیدن به همدیگر. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.